کارمون بنده خدا چشم بگو. جان آبجی سلام. چی شده؟ مغازه چی؟ برو خونه ما الان میای. میگم برو خونه الان میای. بودو. سلام آبجی. چی شده؟ هیچی، باز سر شور شدن غذا کتکم زد. اشکال نداره، شوهرته. تو زندگی هر کسی از این اتفاقا میفته. تو نباید میمدی اینجا. 2 کلمه از خواهر عروس. آبجی مثل دسته گلمون انداخته به این رو، تو فاز نصیحت برداشتی؟ غیرتت کجا رفته؟ داشت اصلا این مسئله به غیرت ربطی نداره، شوهرشه. من و شما هم نباید دخالت کنیم تا زندگیشون به هم نریزه. من اصلا اشتباه کردم اومدم اینجا. حق با حامده، به شما ربطی نداره. من اشتباه فکر میکردم. داداش من یه من ریش داره ولی اندازه نخود رو خواهرش غیرت نداره. صبر کن با هم بریم من به اون 2000 نشون بدم تو بی صاحب نیستی. داشت مثل شیر پشته. تو هم برو سبزی پاک کن یا آشی درست کن، بی مصرف نباشه. داداش الان تو گاراژه، 4 تا اشخاص کنارشن، جوگیر میشه، داستان میکنه. اجازه بده شب بشه یا میریم خونهشون یا دعوتشون میکنیم بیان اینجا صحبت کنیم، همه چیزو حلش کنیم. خودش و رفیقاش با یخچال گاراژشون 40 کیلو نمیشن. بعدش هم تو خودت قاطی این داستان نکن. یه موقع علنگات میشنن. بریم. حامد جان کجایی؟ چیکار میکنی؟ سلام ننه. خاک بر سرم، خدا مرگم بده. حامد جان مگه تو به جون من قسم نخورده بودی دیگه کار خلاف نکنی؟ نه ننه، به جون تو من قسم خوردم. بابا دلم واسه اینا تنگ شده بود، گفتم بیام یه سری بهشون بزنم، همینطوری یادگاری نگهشون داشتم. حامد به روح پدرت قسم، اگه یک بار دیگه چاقو دستت ببینم شیرم و حلالت نمیخورم. الهی دور سرت بگرم، تصدقت بشم. من توبه‌مو نمیشکنم، خیالت راحت. آره خود داره دیگه. چاقو چی تو دستت؟ میگم این چاقو چی تو دستت؟ جناب سروان این چاقوی آشپزخونه است، دارم میبرم تیزش کنم. بده من چاقو را. بریم تو کلانتری مشخص. جناب سروان کلانتری برای چی دورت بگردم؟ من که کاری نکردم. برو قرآن کار دارم، من باید برم جایی جناب سروان. دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشد. دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشد. لطفاً بعداً تماس بگیرید. ای بابا. دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشد. بردار دیگه. تو خونه است. به به شمسی جون، شام چی دارین؟ خیلی بی وجودی حامد. داداش بیا صورتتو بتادیم بزنم. داداش چی شده؟ اوف شده. مگه برای شما مهمه؟ بی غیرت نیومدی داداشتو 10 نفری زدنش. از قدیم گفتن بریش نیست. آقا حامد بریش است. من نمیدونم این پشمک به کی کشیده. تو خاندان ما که همچین بی وجودی نبود. شما که رفتین پشت سرتون از خونه زدم بیرون. سر کوچه ماموره پیچید بهم، دستم چاقو بود. بردتم کلانتری و چند ساعتی معطلم کرد.
اومدم بیرون یه تک گرفتمت. گوشی تو که خاموش بود. گوشی آبجی هم تو خونه بود. خواهشن اگه بلد نیستی ابروشو درست کنی چشمشو کور نکن. یعنی چی مشتی گلی؟ یعنی خفه شو مشتی گلی. تو که وجود نداشتی پشت خواهرمون در بیای حداقل نیا اینجا شیروور تحویل ما ندی. مامورا گرفتنم اسکل. حیف که به جون ننه قسم خوردم که توبه کنم وگرنه چی؟ شکمشو سفره میکردی؟ ها؟ کمتر خالی ببند مشتی گلی. سلام مادر. سلام پسرم. سلام مامان. چه خبرته حسین؟ سر صدات محل رو برداشته صدای همه در اومده. چه خبره؟ اینقدر شروع کردی. چی شده؟ هیچ با تو باشگاه با بچه ها شوخیمون شد زدن. الهی ببینم. راستی حامد میگفتن مامورا گرفتنتون. نه دورت بگردم اتفاقی نیفتاد. الان زهرا خانم میگفت سر کوچه مامورا حامد گرفتن بردن. نه فدات شم خیالت راحت بشه. چه میدونم والا چی بگم. داداش من چیزی نگی تو داش بزرگی منی. هر چی گفتی حلالت بشه. منم معذرت میخوام داداش. چشای منی آبجی. دلم میخواد به یاد قدیم بریم یکم گرد و خاک کنیم. اینه اصلا دلم میخواد بدونم کی وجود کرده داش بزرگی منو مفبری کنه. مفبری که نکردم من پام ریز خود نه اون خودش اونجا بود.